عمر رضی الله عنه در نصف شب برآمد، یک جای دید که آتش افروخته شده. اوجا رفت که دید اوجا یک زن است همراه پسرکایش، برای از او آتش در یک دیگ آب جوش میته. میگه برش از او پرسش میکنه که خواهرک دی دیگ چی است؟ میگه دی آب جوش میتم. این تفلکا چرا گریه میکنه؟ این نان نخورده چند روز میشه. آلیا را به همی بازی میتم که دیگ پخته شه و بس شما نان تیار میکنم. دامی بازی دادن و تفلکای خورد که کم زر نان نوخشه و خواب میشه. باز عمر تانو دمو نصف شب میآید به بیت المال، از اینجا روغن میگیره، آرد میگیره، بازو جمیره برای از او پخته میکنه، بازو تفلکا را سیر میکنه و باز خنده کنان خواب میشه. عالما و عمر تانو در رسمیات هم کار میکرد. اوش ما ذکر نمیکنیم، ما فوق رسمیات از او ذکر میکنیم. باز دیگه واقع ما و شما اگر میخواهیم که راستیم به این ملت خدمت بکنیم، ملت مدح ما و شما را بکنه، ستایش ما و شما را بکنه، ما برای از امت یک الگو جور شویم. ما و شما باید رسمیات نشناسیم، رسمیات بشناسیم، در رسمیات خود کار بکنیم. ما فوق از رسمیات مسئولیت اخلاقی باید ما و شما داشته باشیم. این تو نشوه که تو یک کسی را بگویی برو حال دیگه رسمیات ختم شد صبح باز بیا، نه ای تو باید نبگویی. تو باید دوره برادر از کجا آمدی، بچم از کجا آمدی، کاکا از کجا آمدی، آجیس از کجا آمدی؟ از فلان جای. او تو خواست بسیار دور آمدی. چرا ناوقت شد؟ ولی جای ما دور است، موتر ایتو بود، فلان بود. آل تو غیر از رسمیات امرایزی به اعتبار مسئولیت اخلاقی امرایزی تو کار میکنی. برادرای محترم میره بسیار مثال میگه امی مسئولیت اخلاقی. مثلا یک کسی زمین داره، این تو نیست که صرف به ادارات رسمی منحصر است، این به مردم عوام متوجه است. مثلا یک کسی زمین داره، این میتونه که در زمین خود یک خوب باغ جور کنه، میتونه در زمین خود یک خوب پارک جور کنه به خاطر والیبال و فوتبال و دیگه. میتونه در زمین خود یک خوب کلینیک جور کنه، شفاخانه جور کنه در این تو منطقه‌ای که اوجا ضرورت باشه. اگر این باغ جور کنه نه شرعاً ملامت است نه اجتماعی را ملامت میکنه، به خاطر که مسئولیت شرعی و مسئولیت اجتماعی به این متوجه نیست. و اگر این مسئولیت اخلاقی خود را بشناسه، امرای خود فکر بکنه که مثلا از باغ یک فایده و بهره میگیرم، از پارک جور کنم یک چند نوجوان اینجا فوتبال و والیبال میکنم. خب اگر اینجا من شفاخانه جور کنم، مریضای مردم علاج میشه، مردم از یک حاجت بسیار ضروریشان اینجا مهیا میشه، کلگی مردم صفت ازیره میکنه. میگه بسیار خوب آدم بود. تو سیل کو این چی یک منطقه اساسی بود، اینجا باغ جور نکرد، پارک جور نکرد، مارکت جور نکرد، این شفاخانه جور کرد، مسجد جور کرد، مکتب جور کرد، مدرسه جور کرد، یک منفعت عامه جور کرد. همیشه در هر وقتی که ما مسئولیت اخلاقی خود را بشناسیم، این در جامعه مورد ستایش قرار میگیره. این امو مردم الگو هستند در معاشره که او موفق از مسئولیت الهی و موفق از مسئولیت اجتماعی مسئولیت اخلاقی خود را میشناسه. برادرای محترم، مسئولیت